در بینای شهرداری بلگراد اعتراضگران ملاقات مقامات با مردم را خللدار نمودند. آنها مخالف تطبیق برنامه برابر با 3 میلیارد دلار می باشند که ساختمان فروشگاه‌های بزرگ، مهمانسراها و برج بلند در کنار رود پایتخت سربیا را مد نظر دارد. طبق نقشه اجرای این لایحه سال آینده شروع می شود. اعتراضگران تالار را با جهاز آببازی سرشار نموده ترانه زمزمه می کردند. دو رود ساوا و دانوبه پایتخت سربیا را عبور می کنند. در پایتخت مولدو و شهر کیشینیوف پناهندگان داخلی از منطقه جدایخواه کنار رود دنستر 3 روز اینجانب در بینای شهرداری نشستند. آنها طلب دارند که به آنها حق خرید منزل تامین کرده شود. وقتی آنها از منطقه جدایخواه فرار کرده بودند، به آنها این حق را وعده داده بودند. منطقه کنار دنستر در نتیجه آشوب مسلحانه در سالهای 90 قرن گذشته به تصرف جدایخواهان رو به روسیه گذشته است. در شهر سرایو پایتخت کشور بوسنیا و هرزگوین جشنواره جاز با اشتراک گیتارنواز معروف انگلیس جان مکلافلین جریان دارد. او به موسیقی نوازان جوان سراسر نیم جزیره بالکان هم چند درس داده است. جشنواره جاز سرایو 18 سال باز دوام دارد و بزرگترین فستیوال جاز اروپای جنوب و شرقی به حساب می رود. در بیشکک پایتخت قرقیزستان نمایش غذای بیولوژی برپا شد. کشاورزان و شرکت‌های مختلف نمودهای گوناگون غذای بیولوژی و از جمله عسل، پنیر و شیرینی را در معرض عام گذاشتند. تولید کنندگان غذای بیولوژی قرقیزستان 4 سال پیش یک سازمان هماهنگسازی را تشکیل نموده میگویند سال روان وقت این جمهوری به اتحادیه گمرکی زیر نظارت روسیه وارد شد، محصول آنها به مال مهم صادرات تبدیل می‌یابد. در کابل نشست زنان فعال ادامه دارد. این کنفرانس را سازمان افغانی جانبدار کارشریکی اجتماعی تشکیل کرده است. هدف از آن آموزش مشکل زنان است. پایه‌گذاران نشست می‌خواهند یک برنامه درازمدت حل خشونت بر ضد زنان را تهیه و اجرا کنند. در این نشست 10 زن فعال از گوشه‌های افغانستان حضور دارند.